میشه بگی چی شد؟ چی شد؟ الان نمیتونم بگم. چرا؟ سرم درد میکنه. و من باباتم، من باید بدونم که بیرون چه اتفاقی افتاده. نگرانم. مامان تو اسنپ مریض شد. چرا؟ چون که غذا نخورده بود. خب تو چی کاره بودی اونجا؟ کمکش کردی؟ نه شکلات خورد خوب شد. با شکلات خوب شد؟ آره. هر کی مریض باشه شکلات بخوره خوب میشه؟ آره. خب بچه تو حال مریض شده بود چجوری شده بود قیافش؟ من شکلات داشتم جدی و همه رو خورد. گوبه نمارا عصبانی. گوبه نمارا. گندم این چیه پوشیدی؟ گندم رفته تو آینه هم میبینه. بیا اینجا ببینم. گندم بیا اینجا. شلوارک هم زیرش پوشیده. چی؟ مامان بله. این کروناه اگه نری کنار میندازن تو حلقت مریض شی. ببینمش. این کروناه؟ آره. میندازی تو حلقه؟ چجوری میندازی تو حلقه؟ اینجوری پرد میکنم تو حلقت. یه ذره پفک برای من بیار مامان لطفاً. آره. گندم یه پفک به عمه و مامان بده. چیزش مثلا بهتره گندم یه پفک به من و عمه میدی پفک لطفاً. که همه زیاده. چجوری این کوچولو رو پیدا خودت می‌کنی؟ از کدوما میخوری؟ خودت از حالا خودت بخور. یه دونه برای خودت بردار. یه دونه برای خودت بردار حالا. پفکا رو اینجا گنده است اونجوری از لاش پیدا میکنه. میشه اینا رو بخورم؟ نه این مال منه. نخورم؟ یکیش مال من. این چیه؟ چه خاکی به سرم شد الان؟ این مومه. موهاتو با رفتی چیدی مامان؟ آره. من چیکار کنم الان؟ برای چی این کارو کردی مامان؟ موی کم بکنم. برای چی موهاتو اینجوری کندی؟ اگه موی تو چیکار؟ خب میخوای موهات کوتاه شه؟ نه موی تو وای نگاه کن نگاه کن کوتاه نگاه شد. کن. کوتاه شد موها. آره برای چی موهاتو اینجوری کردی مامان؟ اینجوری بودم. شد؟ ماما الان فرداست باید بریم اونجا. کجا؟ اونجا یخ زده. الان نمیشه بریم توش. باید یخها رو بشکونی همه را. بعدش سنگ دستمون رو بزنیم تو آب. سنگ بندازیم تو. اینجوری چجوری میشه؟ خوشی میشه؟ خورشید قنوم اون بالا. بله گفتی بریم اونجا چیکار کنی؟ مامان بریم اونجا خوش بگذ کنی. خوش بگکس کنی؟ آره. چجوری خوش بگکس کنی؟ بریم اونجا بندازیم توش دوری یخ کنیم. خب بعد چیکار کنی؟ بعدش یخها رو بشکنیم. برای چی؟ چون که بعد یخش سرد بود. وای برای چی اینقدر بوس میکنی مهربون؟ آخه که زخمش بره. الهی قربونت برم. کجا تو خیلی من هر که نخنده برنده است. باش نگاه کن. تو که زود خندیدی. یه بار دیگه 1 2 3. دوست دارم.
دارم الهی. یه بار دیگه ببینیم کی برنده میشه. دلم آخ دلم آخ دلم آخ دلم آی دلم وای وای آی دلت درد میکنه؟ آره آره؟ آره پس چرا با شعر میگی آخ دلم وای دلم؟ آخ دلم وای دلم سلامه میرم تره بار بری تره بار؟ چی میخوای بخری تره بار؟ خب میرم هیچی تو تره بار چی کار میکنی گندم؟ میرم آب نوارتون بخرم گوشیت نجاتم اون حوزه پس کجا چیکار کنم؟ چی میشه اگه با گوشیم بیام؟ چون که اگه گوشیتو ول کنی شلوغ میفته تو آب شالاپی میفته بعدش چی میشه؟ بعدش میفته دیگه نمیتونی بیاریش دستش دیگه من اینه کوچولو بودم گوشی شلوغ افتاد تو آب گوشی تو افتاد؟ بعدش چیکار کردی؟ گوشی مثل مال شب بود خب حالا بزرگ شدن یه گوشی گنده خریدم بزرگ شدی؟ کوچولو اه، شلوغ افتاد تو آب شالاپی افتاد تو. آره مرسی از اینکه به من گفتی. بیا همینجوری هم بگی میفهمم. همینجوری بگو. اونجا دورش یه آب پاشی بود آها. اینجوری یه دونه شم داشت یه دونه شم واقعی نبودا ازش آب می اومد آها. اپل توتون گاو حسن چجوره نشین بدستون گاو حسن سدستون سلام صبح بخیر آفرین. میخوام بهتون ورزش یاد بدم از اینا رو دیوار میکشیم یه دونه از کدوما؟ از اینا اینا چیه؟ این اسمش حلولو هم چیه؟ اینا آدم هم که پر چی؟ حلولو؟ حلولو آها. خب نه آدم بود خب چیکار میکنه؟ اون آقاه میتونه همه رو بغل کنه ما او رو